اومدم تظاهرات، یکی بعد این که از اول فقط داد نزن دیستورت بشه. من تو عمرم 2 دفعه اومدم تظاهرات، یکی 9 دی که این لانتوریا اومدن به امام حسین بی‌ادبی کردن، یکی الان به عشق رهبر اومدن. بچه جنوب شهرم 200 تا رفیقم دارم پر ابوالفضل فدایی رهبر. آقا دوستت دارم عزت عباسی پکر نشو، شارگمو بهت میدم. اون لانتوریای اونوری هم با این قرتی مرتی هم نمیتونن هیچ کاری بکنن. وجود دارم بیاد تک به تک بیم چندی من بچه جنوب شهر. تصور این که شما باشید و این بسیجی‌ها با این اخلاقی که دارند نباشند کمی ناممکنه. یک جور الفت نانوشته، شاید عاطفی بین شما و اینها هست. شما اینا رو اینجوری تربیت کردید. من متاسفانه باید بگم که این بسیجی ها توسط جناب شما خوب تربیت نشدن، مثل فرزندان خودتون که اگر یه موقعی ناسزا از دهنشون جاری بشه احساس میکنید زحمتتون هدر رفته. دوست ندارید فرزندتون فحاش باشه، بزن بهادر باشه، قانون رو دور بزنه، دزد باشه، لات باشه، چاقو بکشه، قمه بکشه، زنجیر بزنه. خب بسیجی ها اینجوری توسط شما تربیت شدن و این خسارت کمی نیست. من اتفاقا باورم بر اینه که مجلس خبرگان میتونه از جناب عالی در مورد ضایع کردن بسیج و بسیجی سوال بکنه و شما موندم چی میخواید پاسخ بدید. این فیلم ها رو نگاه کنید. این اتفاقی که پیش اومده و این بابا شده رئیس جمهور خیلی قد آرنولدی و هیکل آرنولدی داشته، نه قیافش زیبا بوده، نه اتفاقا به خاطر همین تیپ کارگری، صورت چروکیده، به خاطر همین رأی آورد. اتفاقا به خاطر تبلیغات افتضاحی که در خصوصش کردن، گفتن بابا یکی بیاد این احمدی‌نژاد رو بعد یه ماه حموم نرفته اینا و اشتر ببره حموم، به خاطر همین رأی آورد. همه روستایی‌ها گفتن تو رو خدا اینم مثل ما بدن شیپیش گذاشته یه ماه، اینا دمش گرم از خودمونه، اینه رأی بدید رأی بدید. خب اینا تربیت شده توسط جناب عالی هستن. میخوام ببینم جوابتون چیه. به تاریخ چی میخواید جواب بدید؟ به مردم، به آیندگان. پیشنهاد میکنم یه بار دیگه به این فیلم ها دقت کنید. کوی دانشگاه، خیابون، شب، وقت، بی وقت، مسجد. چیزی که دیده نمیشه قانونه و چیزی که دیده نمیشه ادب، فهم، انسانیت. اجازه بدید یکم با هم راه بریم صحبت بکنیم. معتقدم فردای قیامت هر کدوم ما با محصولی که پروراندیم، عمل آوردیم، با کتابی که نوشتیم، با فرزندانی که از خودمون به جای گذاشتیم در محشر خدا حاضر میشیم و احساسم این استش که جناب عالی اگر در محشر حاضر بشید با این بسیجیایی که عاشق شما هستند و در دست هر کدوم در این حال که حالا بعضی موقع کتابم پیدا میشه، زنجیر هست، قمه هست، چاقو هست، دشنه هست، خلاصه کلت هست و اینکه از اینا داره خون میچکه. فکر میکنم محشر خوبی چشم به راه شما نباشه. من اینا رو از جهت خیرخواهی به شما میگم. یه موقع فکر نکنید که خدای نکرده من قصد آشوب دارم. تصورم برای اینه که اگر بخواید رونقی به فردای خودتون بدید، به آینده خودتون بدید و با
اعمال شایسته در پیشگاه خدا حاضر بشید، باید خودتون رو آماده بکنید برای یک دگرگونی. این دگرگونی اگر توی این دنیا و توسط خودتون انجام بشه بسیار بسیار شایسته تر از اینه که شما نباشید و دیگران این دگرگونی رو ایجاد بکنن و خدای نکرده خاطره بد از شما به جای بمونه و در پیشگاه خداوند شما جوابی برای گفتن نداشته باشید. به هر حال یه فکری بکنید شما برای آخرت خودتون. حالا دنیا که دیگه سپری شد رفت، برای آخرت خودتون. ببینید از این که بسیجی ها اینجوری هن، بی ادب و فحاش و بزن بهادر و لجوج و عبوس و تلخ و فحاش، بید راضی هستید؟ یه بسیجی رو توی شهره که محل ها که کشتاشون رو تشکیلات قاتل اومدید، حتی نمی‌کنید تشکیلات بابای قاتل بیایید. برای چی از امکانات سپاه، از بخت سپاه، نیروی سپاه آوردی تشکیلات قاتل؟ منو تهدید کردن، نمیدونم عراضه آواش مزاحمت شدن. اینجا اعلام میکنم اگر کشته بشم مسئولش آقای عراضی. اینجا دارم اعلام میکنم امنیت جانی ندارم، 40% جانبازم، 28 سال و نیست سپاه خدمت کردم، اما اینا دارن از قاتل حمایت کرد. درد من اینه چرا تو سپاه پاسداران از قاتل حمایت کنن و توهین کنن رسما کنن؟ ایشون توهین کردن میان یه غلط کردی، اون توهین غلطی دیگه چه برخوردی سرداریه. من بفرمایید یه مجلسشان میاد یه مجلس قاتل هم دارن میاد بالاخره خدایی هست. شما پیغمبری قاتله، قاتل چرا رضایت میدم؟ بچه خودتم اعدام میکشتم رضایت میدادی؟ چه توقعی بیخودی؟ من مرد بودم اعدام کردم، حکم خدا رو توهین کردم. تو برای چی میگی مرد بودی رضایت میدادی؟ تو مرد نیستی، تو داری مرد نیستی. در بین شعبون بیمخهای مذهبی کسی که سرش به تنش بیارزه خیلی کم پیدا میشه، خیلی کم پیدا میشه. اینا همه جاموندگان عرصه علم و ادبند. مگه میشه کسی درس خونده باشه، بفهمه، فهم داشته باشه، در عوض بزنه، فحش بده، تخریب بکنه؟ پس اجازه به من بدید که من همه اونهایی که فحاشند، بی‌ادبند، شب وقت بی وقت به معترضین حمله میکنند، به مجلس معترضین حمله میکنن، اینها رو فاقد علم و ادب و حتی تعادل روانی بدونم. اینا حتی اگه دانشگاهی هم باشند در جهت عکس اون علمی که دارن فرا میگیرن حرکت میکنن. وقتی کسی میزنه، تخریب میکنه، وارد حریم خصوصی دیگران میشه، این دکترم که باشه، مهندسم که باشه، دانشگاهی هم که باشه، نباید از خودش بپرسه من این زدن و تخریب کردن و فحش دادن و از کجای دینم برآوردم؟ این آسیب بزرگی است که ما از ناحیه این شعبون بیمخایی که همه جا هستن، روستا، شهر و بناست که از ما و قدرت ما و حاکمیت ما صیانت کنند، یک چنین تعبیری رو داشته باشم. فراری ها رو شما چجوری نشون بدم؟ چجوری اسم ببرم؟ چرا شما دوره نمی کنید این نخبگانی که میشناسید؟ محاصرهشون نمی کنید، وادارشون نمی کنید؟ چرا بهشون نمیگید خجالت بکش؟ نون ولایت فقیه رو داری میخوری، نون حزب اللهی بودن و اصولگرا بودن رو داری میخوری. اینجوری آدم اصولگرا میشه؟ تو زنده ای، تو نفس میکشی، تو زبون در کامت هست و عوامل فتنه محاکمه نمیشن فقط به دلیلی که تو ترسویی و امثال تو.
جگر نداری؟ میترسی آبروت بریزه؟ چرا رو به دادگاه نمیکشید؟ مگه کم فتنه کرده؟ مگه مفسد فی الارض طی حکم امام نیست؟ مگه حکمش اعدام نیست؟ چرا مصلحت اندیشی میکنی؟ نتیجه مصلحت اندیشی تو چیزی جز گمراهی مردم نخواهد بود. اصولگراهایی که با رأی مردم اومدن بالا خوابن، کجان؟ پیکنیک رفتن؟ جاشون گرم شده؟ جاشون نرم شده؟ چرا شوخی میکنید؟ چرا بازی میکنید با خون مملکت؟ با خون شهدای مملکت؟ به من میگن که حاج آقا شما وجهه خودتو از دست میدی سیاسی حرف بزن. خاک بر سر اون وجهه‌ای که بخواد ما رو از انجام وظیفه. ما وجه امام زمانی داریم. بچه منو میره میگه بابا مهدی تهران، مهدی تهران. من خیانت به امام زمان و فرجش بکنم با سکوت در مقابل این رجاله‌های کثیف که استعداد قتل ابا عبدالله الحسین از شراره‌های چشمه‌های کثیفشون میباره. من دوست و دشمن رو قاطی نمی کنم، ولی دوستان حسین رو کشتن. یک نفر بلند شه در تاریخ بگه دشمنان حسین رو کشتن. ماسمالیزیشن داریم میکنیم همه مسائلو. شورای نگهبان رو قبول نداریم. مفسد فی الارض حکمش اعدامه. قیام علیه نظام اسلامی حکمش اعدامه. فتنه کردن و آشوب کردن حکمش اعدامه. خواهش میکنم هیچ کدوم در دلتون خطور نکنه که آقا حالا محاکمه بکنن حکمش هم اعدام نباشه مهم نیست. چرا اعدام نکنن؟ چرا حکم خدا رو اجرا نکنن؟ چرا؟ به چه دلیل شرعی ما باید کوتاه بیایم؟ با کی داریم بازی میکنیم؟ با چی؟ دشمن چی میگه اون وقت به ما؟ دشمن غلط میکنه. دشمن الان دیگه در موقعیتی نیست که حرف بزنه. دشمن بیرونیا اون وقت به ما چی میگن؟ بیرونیا اصلا خودشون الان دیگه خشتک خودشون رو نمیتونن جمع بکنن. کدوم دشمن؟ کدوم بیرونیا؟ ای خدا تو شاهد باش، من در پیشگاه خداوند متعال دارم عرض میکنم هوشمندی و درایت او و نگاه استراتژیک و راهبردی او در تاریخ اسلام مثال زدنی بخواد باشه، بخوایم مثال بزنیم حتی از شهید بهشتی و شهید مطهری قوی‌تر، شخص مقام معظم رهبری. اجازه بدید یه نکته دیگر رو هم بگم. در همه جای دنیا در بین کشورهایی که سرشون به تنشون میارزه، در بین کشورهایی که مدعی مدنیتند، ما یک نمونه پیدا نمی کنیم که چیزی به اسم بسیجی داشته باشن. فراتر از پلیس، اونها هر چی اقتداره به پای پلیس میریزن. در این جوامع پلیسه که اقتدار داره و نه هیچ قدرتی دیگه. به همین دلیل پلیس هم هست که پاسخگوست. ما هم پلیس داریم، هم سپاه داریم، هم بسیجی داریم. خب طبیعیه که ما نخواهیم از اونها انتظار داشته باشیم که به ازای جفایی که میکنن، به ازای خطایی که میکنن پاسخگو باشند. ما با برکشیدن چیزی به اسم بسیج و بسیجیان خاک بر سر پلیس و نیروی انتظامی خودمون افشاندیم. پلیس می ایسته و این بسیجی ها میزنن و تخریب میکنن. پلیس هست اما کاری از دستش بر نمیاد. این یعنی چی؟ یعنی این که ما به دست خودمون پلیس رو از حیثیت انداختیم. پلیس ایستاده میبینه که اینها وارد خون زندگی مردم میشن، یه مجلس رو به هم میریزن. پس این مردم به کی مراجعه کنن؟ به کی شکایت کنن از دست اینها؟ آیا مرجعی هست؟
میبینید ما چه فضایی ایجاد کردیم، چه فضایی پرداختیم. پلیس ایستاده و اینا میزنن، پلیس ایستاده و اینا تخریب میکنن، پلیس ایستاده و تماشا میکنه اینا وارد دانشگاه میشن، وارد خونه زندگی مردم میشن، وارد یک مجلس میشن و میبینه که اینا میزنن، میریزن، فحش میدن و از در و دیوار بالا میرن و هیچ کاری نمیکنه. در همه جا مردم به پلیس زنگ میزنن، میگن آقا اینا از خونه زندگی ما بالا رفتن. اینا هر وقت بخوان، یعنی این شبون بیمخا رو میگم، هر وقت بخوان راهپیمایی میکنن، هر وقت بخوان اعتراض میکنن، میان پشت در خونه یه آدم معترض، در و دیوار رو رنگ میزنن، فحش میدن، بلنگو میذارن. شما هیچ دقت کردید چه آبروریزی شد وقتی این شبون بیمخا از دیوار سفارت انگلستان بالا رفتن؟ حیثیت ما کجاست؟ ادب ما کجاست؟ ما اسممون رو گذاشتیم مردمان فهیم، دولت فهیم، رهبری، یعنی یک کشوری که فراتر از رئیس جمهور، فراتر از مجلس، فراتر از دستگاه قضایی رهبر داره. این کشور باید از در و دیوار و کوچه پس کوچهش نور به آسمان ساطع بشه. اما چطور جلوی چشم پلیس، جلوی چشم جناب عالی، اینا از دیوار سفارت خونه بالا میرن، میزنن، تخریب میکنن، آبروی ما رو در سطح جهان میبرن. بعد رئیس مجلس کودن ما برمیگرده میگه اینا اسحاره اعتراض مردمن نسبت به انگلستان، یعنی اینا نتیجه و برآیند اعتراض مردمن نسبت به حاکمیت انگلستان. آخه ما کجا قراره بریم؟ هیچ میدونید ما با همین رویه، یعنی با برکشیدن شعبون بیمخا که حالا ما اسمشون رو گذاشتیم بسیجیان، آبرو و اعتباری در دنیا نداریم. اصلا کسی ما رو حساب نمیکنه به عنوان یک جامعه مدنی، جامعه‌ای که در او قانون جاری است. حال من همه اینها رو متوجه شما میدونم، اینها از شما حرف شنوی دارن و قرار هست که مثلا از قدرت و حاکمیت ما صیانت کنند. ای خدا، من از این شعبون بیمخهای مذهبی، از این اوباشان مذهبی، از این لاتهای مذهبی حرفای زیاد دارم که برای شما بزنم، اما صد افسوس که هر حرف من درباره اینها مستقیم و غیر مستقیم به جناب شما برمیگرده. اینا نیروهای تحت امر شما هستن، اینا به اصطلاح ارتش 20 میلیونی هستن. اینا قراره در هر روستا، در هر شهر، در هر کارخونه، در هر دانشگاه صدای معترضین رو خفه کنند. در کجای دنیا شما نمونش رو میتونید ببینید؟ ای ایران، ای مرز پرغرور، می سوزی از جور و ظلم و زور. سرمایه های تو شد تباه، سرمایه های تو شد تباه. افسرده جا مانده ای زرا، آه بر تنت نشسته خنجر حرامیان. خیلی خوب، فعلا خداحافظ.